پرتگاه زیبا رو ببین خدا وکیلی. طبیعت روستای ما. دوتا بچه های ما ببین کجا رفتن نشستن بالای پرتگاه. بچه های روستا ترسی ندارن که از این پرتگاه. بکر و زیبا. ببین سوراخ ها رو این پرتگاه میبینین همه لونه پرنده است. عقاب، سار، هدهد شانه به سر، حتی گناری هم تو این سوراخ ها لونه دارن. خیلی زیباست، خیلی. بکر و دست نخورده. آدم لذت میبره از دیدن این همه زیبایی. جلو پرتگاه هم اینجا کنده های زنبور عسله که از بچه های ما گذاشتن اینجا. عسل طبیعی از گل یونجه و ختمی و گونینا شهد میکشه میزنن تو عسل. چه عسلی. جاتون خالی. یعنی این عسل خوردن داره به خدا.